بعد از اینکه به گل زدیم همزمان آب ورود کرد به بدنه کشتی. کشتی به دستور کاپیتان با تمام قدرت به عقب رفت. اینجا کار ما بچه‌های دک شروع شد. خروج آب از داخل کشتی. بالاستان یا مخزن‌های آب توازن مخزن‌هایی هستند که وقتی کشتی خالیه آب در اون جمع میشه که کشتی سنگین شه و تو آب فرو بره. پمپ یکی از این تانک‌ها از قبل مشکل داشت و با فشاری که به کشتی وارد شد آب ورود کرده بود به کشتی. بعد چند دقیقه درگیری تو بهترین پوزیشن واسه لنگر انداختن بودیم. پس لنگرمون رو انداختیم و به علت نداشتن آب و مواد غذایی واسه موندن تو لنگر و فشاری که کاپیتان روسیمون به پایلوتا و پورت کنترل وارد کرد بعد چند ساعت راه افتادیم. دک آماده کرده بودیم برای پهلوگیری. منتها قبل از شهر آستارخان پلی قرار داره که کشتی‌ها قبل اون جمع میشن تا گروه پاس کاراشون رو انجام بدن و اجازه ورود کشتی‌ها رو صادر کنن. دقیقاً بعد این پل همون چیزی که فکر می‌کنین با عشق و حال و جای خفن و غذاهای رنگی منگی و هر چیزی که فکرشو بکنین فقط 300 متر فاصله داشتیم. ولی 11 روز طول کشید تا گروه پاس بیاد. تا روزی که بالاخره شناورشون اومد. یک پزشک برای معاینه خدمه، مامورای اداره گذرنامه با سگ، گارد خود بندر و تیمی از اداره گذرنامه برای فیس چک و تاییدیه هویت خدمه. و تو شب 36مین روز از سفرمون مجوز ورود ما صادر شد. اگر شما نبودین گرد شما را بالاخره ما میدونم که شما بالاخره